کاری با ملودیش فعلا ندارم، با نوع زدنش کاری ندارم، فعلا میخوام توضیحاتش بدم. این توی ورس 1 هست. توی ورس 2 ببینید گفتم یه سری چیزا رو کم میکنم، یه سری چیزا رو زیاد میکنم به خاطر اینکه کپی نباشه و خسته کننده نباشه کارمون. و توی ورس 1 قسمت اولش این مدل بود، توی قسمت دومش میاد این مدل میشه. و حالا جوابهای ملودی که توی خود کار هست، یعنی مدل خود گیتار کلش این شکلی جلو رفته. و از گیتار که خارج بشیم وارد فضاها میشیم که فضاهامون در شروع به این شکل بوده. خب الان شاید براتون سوال باشه که چرا میدی نیست و صداش چیه. نوشته کانتکت 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 نکسوس کانتکت، اینا همه رندر شده به خاطر اینکه فشاری که روی سی پی یو میاره کمتر باشه برای میکس بهتر. به عنوان مثال این صدا که از کانتکت استفاده شده، زنده نیست و با ریورب و پیچ ها و مدل نوت نویسی باعث میشه اینجوری به گوش برسه که توضیح دادم. هر صدایی رو که بخواید میتونید تقریبا به 60-70% زنده بودن نزدیکش کنید اگر طریقه استفادهش رو بدونید و بتونید درست ازش استفاده کنید، که حتما برای تک تک این موضوع ها ویدیو میسازیم. دودوک که با هم دیگه مکملن این دوتا. و صدای بعدی که وصل شروع موزیکمون هست. برای شروع موزیکتون گفتم، بازم میگم ویدیوها رو حتما از اول نگاه کنید اگه ندیدید، خیلی نکات مهمی توضیح دادم براشون. وقتی شروع موزیک شما مخاطب رو جذب کنه، مخاطب تا آخر اون موزیک رو حداقل برای یک بار گوش میده و اگه طرفدارش بشه که 100% ادامه خواهد داد به گوش دادنش. فضا سازی و این صدای پایین ببینید یه نوت ویالونی که اصلا کثیف هم هست بعضی جاهاش ولی خب داره جو خوبی رو میده. یا قسمت دومش که در آینده میگم که این صداها رو از کجا پیدا کنید. برای همین میگم بگردید، به خاطر اینکه این صداها رو وقتی بگردید من الان میدونم این صدا دقیقاً کجا هست. بین 10 ترابایت سامپل من میدونم این صدا دقیقاً کجاست. خب مکملاشون رو گوش بدیم. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اول گیتار رو بگیریم، اول آکوردا رو بزنیم، اول فضا سازی ها رو کنیم، اول درام رو بزنیم. این بستگی به سلیقه خودتون داره. من اول ملودیم رو مشخص میکنم، درام رو بر پایه ملودی میسازم و یک آکوردهای فضا سازی ساده میذارم، گیتارها رو میگیرم، بعدن فضا سازی اصلیم رو انجام میدم. این دیگه بستگی به خودتون داره، میتونید اول کل تنظیمتون رو بزنید بعدن ساز بگیرید. خب وارد قسمت ترجیبند میشیم، وارد قسمت ورس میشیم که گفتم یک وصلی با سینت اینجا من اجرا کردم و وصل شدم به صدای خواننده. اولش میام از یه میوت گیتار که سمپله که جوری ملودی رو زدم که باز هم میگم یک نواخت
نشه و صداهای قسمت دوم، یعنی این قسمت اوله، قسمت دوم دوباره صداهایی بهش اضافه شد که به این شکل صدا میدن. ببینید این همون فلوت است و اینم تقریبا میشه گفت وصلمون به قسمت دوم. و این هم یک سینت دیگه. اینا تماما شاید شما بارها اصلا الان شاید اگر این صداها رو دونه دونه پلی میکردم بعضی از دوستان میگفتن نه این خوب نیست، بذار یه صدای دیگه انتخاب کنیم، یه صدای دیگه، یعنی به خودشون میومدن میدیدن 90% پروژه رو رد کردن ولی همون پروژه رو میخواستن بسازن. پس ببین تماما صداهایی استفاده شده که شاید اکثرش رو موقع شنیدن رد کنید و ازش بگذرید و استفاده نکنید. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، این لاین رو نگاه کنید، تو کل پروژه وجود نداره، فقط توی اون قسمت بوده. یا این لاین رو نگاه کنید، تو کل پروژه فقط توی این قسمت بوده، این توی این قسمت بوده. یا این صدا فقط توی این قسمت استفاده شده. وقتی یه صدایی پیدا میکنید هر چقدر قشنگ و خوشگل، قرار برای نیستش که تو کل پروژه استفادهش کنید، همین یه تیکه استفاده کنید، جوابتون رو بگیرید، ادامهش رو یه فکر دیگه ای بکنید. این هم یکی از نکته هاییه که مهمه توی ترجیبند. هر چیزی که میتونستیم اضافه کنیم و خسته کننده نباشه و الکی هم صدای اضافه نکنیم گذاشتیم برای فضاسازی. خب این صدا که همون توی ورسمون بود، ولی این صدا خیلی باحاله. و این صدا من یه دونه گیتار دارم، یعنی گیتار زنده ضبط کردم، ولی دوباره اومدم یک سری صدای گیتار با فرکانس های مختلف و مدل های زدن مختلف توش استفاده کردم. باید مواظب باشید این صدا و گیتارتون تداخل فرکانسی نداشته باشه. حتما سولو کنید گیتار رو و صدای خواننده رو، چون الان من نمیتونم به خاطر کپی رایت باز کنم. این سینت ها و فضا سازی ها رو با گیتار و صدای خواننده بیشتر درست کنید تا اینکه بخواید جدا و با همه موزیک، چون نمیشنوید که تداخلش رو. دوباره همون ویالونمون و پیانوی تک نوتی و الی آخر که دیگه کپی میشه. یعنی شما ببینید برای هر کدوم از این صداها شاید من نیم ساعت وقت گذاشتم و پیدا کردم و جنسش رو گذاشتم. یعنی اگه بگیم اینجا 10 تا لاینه، 10 تا نیم ساعت برای هر کدومشون وقت گذاشتم برای پیدا کردنشون. حالا 10 دقیقه هم یه رو هم وقت گذاشتیم برای نوت نویسیشون. پس خیلی مهمه که فضا سازی باشه که هم انحصاری برای شما باشه و کسی شبیه شما نزده باشه و یعنی امضای شما باشه، همین که خیلی خوشگل صدا بده. خیلی زیاد هم نیست، یعنی نکنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا لاین فضا سازیه. حالا فضا سازیمون با گیتار رو توی ترجیبند با همدیگه گوش میدیم. برای پایان موزیک هم که به این شکل یک صدایی هست اینجا
که فکر میکنم این باشه. پیانویی که پشت سر هم داره میزنه و گیتارایی که تمومش کردن. توی یه ویدیو فکر میکنم قسمت ویدیو 2 یا 3 آموزشیمون باشه، گفتم از هارمونی و آکومپانیمنتی استفاده کنید که خسته کننده نباشه و بتونید در طول موزیکتون از اون به کرات استفاده کنید. به عنوان مثال همین هارمونی و خب این هارمونی ببینید 1-2 تا لاینه. من توی اینجا استفاده کردم، توی اینجا استفاده کردم، توی اینجا استفاده کردم، توی اینجا هم استفاده کردم، توی اینجا هم استفاده کردم. یعنی توی تقریبا 70% موزیک من، 60% موزیک من این صدا داره شنیده میشه ولی خسته کننده نیست، به اضافه اینایی که باهاش هستن و این فرمات هایی که باهاش هستن. پس ببینید این هارمونیه که شما رو خسته نمیکنه و میتونید ازش توی اکثر جاهای کارتون استفاده کنید. خیلی مخلصیم. این ویدیو هم تموم. میگم حتما آموزش تک تک این توضیحات رو تو چنلم آپلود میکنم، خیالتون راحت باشه. فعلا توی معرفی هستم و انشالله وارد تمام این موضوع ها خواهیم شد. البته بستگی به زمانی دارید که شما این ویدیو رو نگاه میکنید. شاید زمانی این ویدیو رو نگاه کنید الان ضبط شده، شما 3 سال دیگه نگاه میکنید تمام این چیزایی که گفتم در چنل آپلود شده باشه. فعلا